مثال نوبتی سال 220 با سایه معین لیکن در اینجا درجه ریشه 4 است، یعنی از سال 213 یگان فرق ندارد. در این ریشه باید بار دیگر باید از 0 کلان یا برابری 0 باید باشد و این نابرابری کوادراتی رو باید حل کنید. چه کار که میتونید؟ شما باید ریشه را یابین، بعد خط تیری مونین ریشه را با یاری دیسکریمینان یا اینکه با قوس ها اگر جدا کنین رو آسان تر است. با قوس ها چه جدا کرده میتونید؟ اگر ifade رو نویسم چند میشه؟ -6 -1. یعنی وقتی من قوس ها رو میکشم باید ifade اول رو به دست گیرم که اگر قوس ها کشم میگیرم. درست است. و از اینجا ریشه رو یابیم x برابر -6 یا x برابر 1 و خط تیر رو میکشیم. ریشه ها رو از خورد به کلان میمونیم -6 و 1 و این از مینوس به آخر سم شد تا به آخر و بینی 3 اینتروال دارم، 3 فاصله دارم. با این عدد ها رو انتخاب میکنم. بینی مینوس به آخر -6 یه عدد گیریم بگذار -10 باشد. وقتی به هم ifade میمونم به ifade اولم به من مثبت میدهد یا منفی. اگر -10 رو مونم به من منفی رو میدهد. بین -6 و 1 با عدد رو 9 رو انتخاب کنم، این به من مثبت رو میدهد و اینجا منفی. یعنی با کشاد معنی های در سوال پیشنه در نابرابری ها نگاه کنیم فهمونده بودم یا اینکه در سال 213 همونجا دیده میتونه. و از اینجا چی به ما لازم است؟ به ما مثبت، چون که در این ریشه همه وقت مثبت باید باشد و جواب ما بین -6 و 1 -6 و 1 داخلن، یعنی قوس های محکم باید مونن -6 و 1. یعنی اگر قوس های کشاد باشد 1 میشه داخل نیستن. اگر داخل باشن برای چی داخل؟ چون که اینجا برابری است. برابری باشد ریشه ها در درون فاصله شما داخلن.